جشن سده اصلا جشن دهقانان و کشاورزان به شمار رفته. در بین تاجیکان با خصوصیت‌های مردمیش محبوبیت خاصه کسب نموده است. مز در همین ایام مرد دهقان آمادگی را به فصل بهار آغاز نموده. از پی تعمیر تکنیک و تجهیزات کشاورزی می‌شوند. نقشه بنیاد باغ‌های نو، نهالشینانی، دریافت تخمی و دیگر کارهای بهاری را طرحریزی می‌کنند. به خاطر جشن سده در مرکز شهرک دربند ناحیه نوراباد نمایش محصولات کشاورزی و دیگر دستاوردهای جماعت‌های شهرک و دهات برگزار گردید که همه آن از رشد ساحه، افزایش محصولات و مهنت دهقانان شهادت می‌داد. با مقصد سریع وقت انجام دادن معرکه کشت و کار و جمع‌آوری حاصل زراعت‌های کشاورزی، دوام 2 سال آخر حکومت جمهوری تاجیکستان ده‌ها عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه به خواجگی‌ها کمک کردند. گفته شد که جشن سده جنبش فعالیت یک ساله کشاورزان و آمادگی به معرکه کشت و کار بهاری میباشد. این است که فرارسیدن عید سده برای مردم شهادت سنت‌های نیک انسانی بوده. این جشن مبارک فیض و برکت خوان پرناز و نعمت اهل زحمت را انعکاس می‌نماید. جشن سده افادگر جاویدانه خورشید، رمز بیدارشوی طبیعت، آغاز کشت و کار و مفهوم از سردی به گرمی رسیدن را دارد. در این جشن نمایش هنرهای مردمی و برنامه فرهنگی برگزار گردیده. مردم در روحیه بلند ارزش‌گذاری به میراث معنوی این جشن نیاگان را با خرسندی تجلیل نمودند. در برآمد مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نوروباد قید گردید که اهل زحمت خواجگی‌ها تمام ذخیره و امکانات‌های خود را جهت سریع وقت به انجام رسانیدن معرکه شدگاری زمین‌ها، کشت و کار بهاری، بنیاد باغ‌های نوی زمانوی سفربر نموده دورنمای کشت زراعت‌های کشاورزی را با صفت بلند و در مهلت پیش‌بینی شده تأمین می‌نمایند تا بدین وسیله در تأمین امنیت عضوقواری کشورمان سهم ارزنده خود را گذارند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد.